nothing to help. Faith. سلام به همه دوستان، به کانال MTM مووی خوش اومدین. امروز قراره با هم بریم سراغ 7 فیلم خفن و پرهیجان. شماره 7 فیلم هیگن. این فیلم داستان یه وایکینگ شجاع به نام هیگنه که با خدایان متحد میشه تا علیه یه حاکم نترس شمشیر به دست بگیره و مردمش رو به آرامش برسونه. شخصیت اصلی داستان یه مرد به اسم هیگنه، یه شمشیرساز خفن و وفاداره که همیشه دنبال اینه که از پادشاهی محافظت کنه، حتی اگه خودش آسیب ببینه. هیگن یه عشق پنهونی هم داره ولی هیچ وقت به زبون نمیاره. همه چی وقتی به هم میریزه که یه قهرمان تازه وارد میاد وسط ماجرا به اسم زیگفرید، یه جنگجوی کله خر که همه قوانین رو به هم میزنه. این فیلم یه حال و هوای حماسی، تاریک و اسطوره‌ای داره با صحنه‌های نبرد و درگیری حسابی جذاب. شماره 6 فیلم حذف کننده ها. داستان از اونجایی شروع میشه که یه مأمور سابق فدرال هویتش رو عوض کرده و با دختر کوچیکش تو لندن زندگی میکنه. همه چیز آرومه تا اینکه یه شب چند تا خلافکار اشتباهی وارد خونش میشن و خب طرفم که اهل شوخی نیست واسه دفاع از خودش و بچه‌اش حسابی با اونا درگیر میشه. ولی بدشانسی از همینجا شروع میشه، چون این درگیری باعث میشه هویتش لو بره و گذشته‌اش دوباره بیاد سراغش. حالا یه قاتل حرفه‌ای و خطرناک افتاده دنبالش که کارشو یه سره کنه. یه بازی مرگ و زندگی راه میفته بین این دوتا، پر از تعقیب و گریز و کتککاری‌های حسابی. اگه عاشق حرکت‌های رزمی و صحنه‌های اکشن خفن هستی، این فیلمو حتما ببین. شماره 5 فیلم غرور، تعصب و زامبی‌ها. داستان توی انگلستان قرن 19 میگذره. خانواده ها دنبال ازدواج های مناسب برای دختراشون هستن و مهمونی های اشرافی هم برقراره. ولی یه فرق کوچیک هستش که دنیا داره توسط زامبیا تسخیر میشه. الیزابت بنت دختر باهوش و مستقلیه که کنار یاد گرفتن آداب و معاشرت استاد شمشیرزنی و مبارزه هم هستش. اون با آقای دارسی آشنا میشه، مردی مرموز و مغرور که اولش باهاش درگیر میشه ولی کم کم یه رابطه پیچیده بینشون شکل میگیره. همزمان که احساساتشون داره شکل میگیره، تهدید زامبیا هم داره جدی‌تر میشه. حالا اونا باید نه تنها با عشق و غرورشون کنار بیان، بلکه باید جلوی یه فاجعه آخرالزمانی هم وایسن. اگه دنبال یه فیلم متفاوت میگردی که هم فضای کلاسیک داشته باشه، هم پر از هیجان و اکشن باشه، این فیلم انتخاب خوبیه. شماره 4 فیلم ابزار مرگبار، شهر استخوان‌ها. داستان این فیلم درباره یه دختر نوجوان به اسم کلریه که یه زندگی عادی و بی‌دردسر داره، تا اینکه یه شب با دوستش میره به یه کلاب و اونجا یه چیز خیلی عجیب میبینه. یه قتل جلوی چشماش اتفاق میفته، اما نکته اینجاست که فقط خودشون صحنه رو میبینه و هیچ کس دیگه هیچی نمیبینه. اینجاست که کلری میفهمه یه چیزایی تو وجودش هست که خودش خبر نداشته. کم کم معلوم میشه که اون یه شکارچی سایه هاست، یعنی از یه نسل خاص که وظیفه‌شون مبارزه با شیاطین و محافظت از دنیای آدماست. یه پسر مرموز و خوشتیپ و میاد تو زندگیش و دنیای واقعی رو بهش نشون میده. دنیایی که پر از موجودات عجیبی مثل شیاطین، خوناشاما، گرگینه ها و جادوگراست. از اون طرف مامان کلری یه دفعه ناپدید میشه و حالا کلری مجبور میشه دست به کار بشه، بره دنبال مامانش و همزمان با حقیقتایی روبرو بشه که کل دنیای اونو زیر و رو میکنه. این فیلم پر از صحنه‌های اکشن، رمز و راز و موجودات عجیب و غریب هستش. شماره 3 فیلم استثنا. تو دل جنگ جهانی دوم یه افسر آلمانی به اسم برانت که از جنگ برگشته یه مأموریت جدید میگیره. میفرستنش هلند تا از ویلهلم دوم، پادشاه سابق آلمان که دیگه تبعید شده، محافظت کنه.
اما واقعیت اینه که مأموریتش فقط محافظت نیست، باید بفهمه که آیا یه جاسوس تو خونه ویلهلم هست یا نه. برانت که تو این خونه شروع به کار میکنه چشمش میفته به یه خدمتکار هلندی به اسم میک. کم کم بینشون یه رابطه عاشقانه شکل میگیره، ولی ماجرا یه جورایی پیچیده تر میشه، چون میک میگه یهودیه و داره برای نیروهای مقاومت کار میکنه. حالا برانت گیر میکنه بین عشق و وظیفش، از یه طرف عاشق میکه، از اون طرف باید گزارش بده. همه چی وقتی سخت‌تر میشه که هیملر رئیس SS قراره بیاد اونجا و دنبال جاسوسا بگرده. این فیلم یه فیلم تاریخی جاسوسیه و داستانی پرتنش و احساسی رو روایت میکنه. شماره 2 فیلم عصب. داستان فیلم درباره یه دختر آروم و خجالتی به اسم ویه که هیچ موقع دلش نمیخواد دردسر درست کنه، اما یه روز تصمیم میگیره حال و هوای زندگیشو عوض کنه، واسه همین وارد بازی آنلاین حقیقت یا عمل میشه. اولش چالشا خیلی ساده ان، مثل بوسیدن یه غریبه یا خوندن یه آهنگ وسط فروشگاه، ولی کم کم همه چی از کنترل خارج میشه. وی با یه پسر مرموز و باحال به اسم ایان همراه میشه و این دوتا وارد یه ماجرای پر از هیجان و خطر میشن، جوری که دیگه راه برگشتی نیستش. ولی مشکل اینجاست که وقتی وارد بازی میشی دیگه نمیتونی ازش خارج بشی، هرچی هم چالش سخت‌تر باشه پول بیشتری گیرشون میاد. این فیلم یه دنیای دیوونه‌وار و مجازی رو نشون میده که توش آدما برای جلب توجه یا پول حاضرن هر کاری بکنن، حتی جونشون رو به خطر بندازن. همچنین این فیلم یه جورایی نقد تند به شبکه‌های اجتماعی، شهرت آنی و تاثیر فشار جمعی هم داره. شماره 1 فیلم ال. داستان این فیلم درباره یه زن به اسم میشله که رئیس یه شرکت بزرگ بازیسازیه و کلی هم موفقه، اما یه روز تو خونش مورد حمله و تجاوز قرار میگیره، ولی برخلاف چیزی که انتظار داری نمیره شکایت کنه، نه داد و بیداد را میندازه. خیلی خونسرد و خفن، انگار نه انگار به زندگیش ادامه میده، ولی خب در ظاهر در واقع توی دلش داره دنبال اون آدمی میگرده که بهش حمله کرده. کم کم یه سری چیزا رو میفهمه که فقط ماجرا رو عجیب‌تر میکنه. هرچی جلوتر میریم بیشتر میفهمیم که این زن اصلا اونجوری نیستش که اولش فکر میکردیم. این فیلم یه فیلم جنایی هیجان انگیزه که خیلی خاص و سنگینه و حسابی مغزتو درگیر میکنه. خب دوستان، اینم از ویدیوی امروز، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایک و سابسکرایب کنید. Wem gehört dann